وقتی پوست آسیب میبینه واقعا باید روشنش کنیم یا باید اول ترمیمش کنیم؟ تا حالا دقت کردین با موادی که تو خونه داریم بارها به پوستمون کمک کردیم؟ اصلا توجه کردین خیلی وقتها پوست ما بیشتر از اینکه به کرم‌های قوی نیاز داشته باشه به آرامش و مراقبت نیاز داره؟ سلام، سهیلا هستم، عاشق مراقبت از پوست و زیبایی. به کانال زیبایی من خوش اومدید. اینجا همون جاییه که با هم یاد میگیریم، تجربه میکنیم و میدرخشیم. امروز قراره در مورد یک کرم خونگی صحبت بکنیم که به بازسازی و ترمیم پوست کمک میکنه. این مواد ساده است و خونگیه و باعث میشه پوست حالت طبیعی و تعادل خودش رو به دست بیاره. توی این ویدیو ما می‌خوایم کرمی رو درست بکنیم که باعث میشه التهاب و قرمزی پوست کم بشه و پوست از خشکی و زبری در بیاد. یعنی اول ترمیم، بعد هر مراقبت دیگه‌ای. ما می‌خوایم امروز یاد بگیریم وقتی پوست دچار التهاب یا خستگی میشه چطوری بهش کمک بکنیم. چطوری میتونیم اول بهش فرصت ترمیم بدیم قبل از اینکه سراغ روشن کننده ها و محصولات سنگین بریم. پس اگر پوستت حساسه، آسیب دیده است یا احساس میکنی خسته شده، این ویدیو دقیقاً برای تو. چه وقتایی این اتفاق برای پوست ما میفته؟ وقتی که زیاد در معرض آفتاب قرار میگیریم، حتی اگر نسوزیم. وقتی از محصولات قوی یا نامناسب استفاده میکنیم. وقتی پوست بیش از حد خسته میشه یا لایه برداری زیاد انجام میدیم. وقتی استرس داریم، کم خوابی داریم یا بدنمون کم آب میشه. و حتی وقتی هوا خیلی گرم، خشک یا آلوده است. حالا میخوایم بدونیم چه زمانی پوست ما ترمیم نیاز داره. وقتی پوست قرمز میشه، میسوزه یا احساس کشیدگی داره. وقتی حساس شده و به محصولات قبلی واکنش نشون میده. وقتی شفافیتش کم شده ولی لکه جدیدی اضافه نشده. اینجا پوست بیش از هر چیزی نیاز به مراقبت و آرامش داره. به همین دلیله که قبل از هر روشن کننده‌ای ما اول باید پوستمون رو ترمیم بکنیم. و این کرمی رو که امروز می‌خوایم با هم درستش کنیم دقیقاً میخواد همون کاری رو انجام میده که پوست ما نیاز داره. موادی رو که برای این کرم ترمیم و بازسازی پوست ما استفاده می‌کنیم، یکیش سیب زمینیه که به آرامسازی پوست کمک میکنه، التهاب و خستگی پوست رو میگیره، به یک نواخت شدن رنگ پوست بدون تحریک کمک میکنه. دومی شیره، یه آبرسان ملایم و طبیعی، نرم کننده و تسکین دهنده پوسته، کمک میکنه به کاهش قرمزی و حساسیت. صابون پاکسازی ملایم منافذ رو انجام میده، به حذف سلول‌های مرده کمک میکنه بدون اینکه به سد پوستی آسیب بزنه. نشاسته پودر برنج کمک میکنه به قوام کرم ما، یه نرم کننده طبیعی پوسته و ایجاد حس لطافت و آرامش روی پوست رو داره. آب لیمو ترش که در این کرم باز هم اختیاریه. ما همیشه از آب لیمو ترش به عنوان روشن کننده استفاده میکنیم. ولی اگر پوستی حساس و یا ترمیم میخواد، ما از آب لیمو ترش دیگه استفاده نمیکنیم. گلیسرین گیاهی آبرسان قوی هستش و به نواحی تیره و خشک کمک میکنه که ترمیم بشن و جلوگیری میکنه از پوسته شدن پوست. موادی که تو این کرم استفاده شده خیلی ساده است و تو خونه همه پیدا میشه، پس بهتره که بریم با هم درستش بکنیم و به پوستمون کمک کنیم. برای درست کردن این کرم به یه سیب زمینی احتیاج داریم. اول پوستشو خوب میشوریم و بعد پوستشو میگیریم. و بعد با رنده ریز رندش میکنیم. وقتی که رندش کردیم میریزیم توی ظرف و با یه لیوان شیر میذاریم که آروم آروم بپزه. خب من اینو داخل ظرف میریزم و بعد بهش یه لیوان شیر اضافه میکنم.
و بعد میذارم روی شعله گاز. سعی کنین حرارت شعله‌تون زیاد نباشه و وقتی که گذاشتین روی شعله مدام هم بزنین که شیرش تو تبخیر نشه. وقتی که شیرتون رو شعله است مدام همش بزنین که سریع تبخیر نشه و یه محلول یه نواخت و یه دستی به دست بیارید. همونطور که میبینید سیب زمینی آروم آروم نشستش آزاد میکنه و این شیر ما داره لعابدار میشه. همینطوری هم میزنیم تا غلیظ‌تر بشه. خب الان مایه ما آماده شده و غلیظ‌تر شده. حالا شعله رو خاموش میکنیم و میذاریمش کنار. توی این مرحله ما به یه دونه صابون احتیاج داریم. هر صابونی میتونه باشه، صابون داو باشه، صابون فیروز. هر چی ساده تر باشه صابونتون بهتره. صابون رو رنده میکنم. اندازه 3 قاشق غذاخوری باشه کافیه. یکم دیگه رنده کنم، تقریبا میشه 3 قاشق. صابون برای پاکسازی پوست مفیده و چربی های پوستتون رو تمیز میکنه. کسایی که جوش دارن، آکنه فعال دارن، این صابون کمک میکنه که اونها از بین برن. فکر میکنم دیگه کافی هستش. حالا این صابون رو توی موادمون حل میکنیم. وقتی خوب حل شد میریزیم داخل میکسر که یک دست بشه. شیر و سیب زمینی تو از بین بردن لکه‌های تیره خیلی نقش دارن و همینطور توی روشن شدن پوست. خب حالا موادمون رو میریزیم داخل میکسر و میکسش میکنیم. خب این مخلوط ما کاملا میکس شده و یه دست. حالا بهش یکم آرد برنج یا نشاسته ذرت اضافه میکنیم که یک دست‌تر بشه و قوام داشته باشه. شما میتونید از خیار هم توی این مخلوطتون استفاده بکنید. میتونید خیار رو رنده بکنید تو همین که رطوبت رسانی پوستتون رو زیاد کنید. شما میتونید خیار هم برای این کرمتون استفاده کنید که رطوبت رسانی پوستتون رو بیشتر بکنه. خب من این ریزم داخل یه ظرف تمیز.
خب حالا شما میتونید به این کرمتون نشاسته ذرت یا آرد برنج اضافه کنید 1 قاشق که مخلوطمون یک دست‌تر بشه. خوب همش میزنیم که نشاسته ذرتمون حل شه و بعدش میذاریم روی شعله. شعله رو هم یادتون باشه کم بکنین که یه وقت نسوزه، چون نشاسته حالا یا اگر آرد برنج اضافه کردین داشته باشه ممکنه که ته بگیره. بعد حواستون باشه. خب حالا اینو میریزم توی ظرف و میذارم روی شعله کم تا غلیظ بشه. دوباره مدام همش میزنیم که ته نگیره، چون آرد برنج یا نشاسته ذرت باعث میشه که سریع ته بگیره. اینو مدام همش بزنیم که کرممون یک دست بشه. خب ببینید کرم ما دیگه قوام اومده و یک دست شده. شعله رو خاموش میکنیم، میذاریم تا یکم خنک بشه و بهش لیمو ترش یا گلیسرین اضافه میکنیم، بسته به اینکه پوستتون خشک باشه یا حساس باشه. اگر حساس پوستتون خشکه لیمو ترش اضافه نکنید، ولی اگر پوستتون خشکه بهش گلیسرین اضافه کنید. اگه پوستتون هم چربه میتونید بهش لیمو ترش اضافه کنید. اگر لکه های تیره دارین حتما لیمو ترش استفاده کنید، به شرطی که پوستتون حساس نباشه. بعد که این کرم ما خنک شد من بهش یکم گلیسرین اضافه میکنم. شما اگه دوست داشتین میتونید لیمو ترش هم اضافه کنید. همونطور که گفتم اگه پوستتون خشک نیست میتونید لیمو ترش اضافه کنید، ولی اگر پوستتون خشکه حتما گلیسرین اضافه کنید. 1-2 قطره کافی. گلیسرین رطوبت پوستتون رو حفظ میکنه. و الان این کرممون آماده است و شما میتونید اینو روی پوست بدنتون، رو قسمت های تیره بدنتون بزنید.
از این کرم کی و چطوری باید استفاده کنید. از این کرم میتونید روی صورت و بدنتون استفاده کنید، ولی باز تاکید میکنم دور چشمتون نمیتونید استفاده کنید. شما میتونید کرم رو 3 بار در هفته استفاده کنید و مناسب برای همه پوست است. مدت زمانی که این کرم میتونه روی پوست شما باشه 20 الی 30 دقیقه است. بعد از اون میتونید کرمتون رو یا صورت و بدنتون رو با آب گرم بشورین و بعد بلافاصله با آب سرد بشورین که منافذ پوستتون بسته بشه. و یه نکته دیگه این که اگر شما پوست خشک دارین میتونید از گلیسرین گیاهی استفاده کنید. اگر پوست حساس دارین هیچ وقت از آب لیمو ترش استفاده نکنید. ممنون که تا اینجای ویدیو با من بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و سوالاتتون رو تو کامنت ها از من بپرسید. و اگر میخواین ویدیوهای بعدی رو از دست ندین زنگوله سابسکرایب رو روشن کنید. زیباهای من زیبا بمونین تا ویدیوی بعدی. مراقب زیباییاتون.